خیلی گرمه. تو این هوا به نظرتون چی نوعی جذاب‌تره؟ تو مثل نعنا، مثل پشن فروت، مثل آناناس، مثل سیب ترش، مثل لیمو، مثل لیموی سبز، مثل لیموی شیرین یا همون لیموی زرد. اینا حس تراوت میده و فقط مخصوص هوای گرم هست توی تابستون. اگه میخوای حس و حال خیلی خوبی بگیری و خنک بشی، حتما باید این نوت ها رو روی بدنت پاف کنی. پاف خوب خیلی مهمه، مثل این. دوباره پرتم کرد. اما کجا؟ سواحل دریایی، مثل میامی، مثل اسپانیا. های ابسلو. یکی دیگه. موندگاریش 1 روز، پخش بوی بسیار بالا، 10 از 10، رد بو 10 از 10 و خودش هم 10 از 10. سفارش خواستین؟ دایرکت. های ابسلو.